خب در مهمانی ما میرحت شریف جان شورای منطقوی رادیو آزادی قرار دارند. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و برای صحبت آمدید. 24 مای وکیلان پارلمانی قزاقستان با یک قطار قانون‌های این کشور تغییرات وارد کردند، از جمله مربوط به محرومیت از شهروندی و شرکت در انتخابات پرزیدنتی. آیا تا کجا این اصلاحات میتوان گفت که حلقه یک زنجیر هستند؟ این اصلاحات به همدیگر پیوندی بی‌واسطه دارند. تغییرات پیش از همه به نورسلطان نظربایف یگانه پرزیدنت از میان کشورهای شوروی سابق ربط میگیرد که زمام قدرت را هنوز قبل از دوران استقلالیت یعنی از سال 1989 در دست دارد. اسلام کریموف درگذشت و نورسلطان نظربایف تنها ماند. از نگاه من اصلاحات قبل از همه آمادگی به دیگرگونی‌های کلان است که شاید در 2 و یا 3 سال نزدیک به عمل می آید. باید گفت حالا سیاستمداران زیادی با نفوذی هستند که در خارج و داخل کشور زندگی می کنند. همچنین سیاستمداران مخالف دولت نیز وجود دارند به مثل مختار ابلیازوف. او چند هفته پیش اعلان داشت که اکنون هدف زندگیش بنیاد قزاقستان بدون نظربایف است. او حتی وعده داد که در مدت 3 سال رژیم نظربایف را سرنگون می کند. البته در کشورهای آسیای مرکزی بیشتر مخالفین چنین حرفا را می گویند، اما نه همیشه به این موفق می شوند. ابلیازوف شخصیت دیگر است، سرمایه زیاد دارد و حریف تواناست. گپ سر آن می رود که در قانون اصلاح شده مربوط به بیکار کردن شهروندی افراد که به تروریسم متهم می شوند یک بند جالب جای دارد. از جمله در این قانون آمده است نفرانی که قصد به سلامتی و جان پرزیدنت می کنند از شهروندی محروم می شوند. چیز دیگری جلب توجه این است افرادی که به منفعت های ملی و حیاتا مهم دولتی آسیب سخت می رسانند نیز شهروندیشان را از دست می دهند. هرچند دقیق گفته نشده است که زیر این مفهوم چی را در نظر دارند. یعنی این به این معنی است که دلخواه عمل را می توانند چون کوشش ضرر به منفعت های حیاتا مهم دولتی ارزیابی نمایند و از شهروندی محروم کنند، حتی در غیب شخص اگر او در خارج هم باشد. نسبت به ابلیازوف پرونده های زیاد باز شده است که مهمترین آن گویا تصرف 5 میلیون دلار است. از این خاطر این بیشتر به سیاست مانندی دارد، در حالی که هنگام بررسی این طرح در قزاقستان گفتند که آن جلوی سیاسی ندارد. وقتی رسما چنین گفته میشد ما میدانیم که معمولا برعکس حال است. عین زمان بجز از آنهایی که در خارج قزاقستان به سر میبرند و به نظامی که طول این سالها نظربایف ساخته است به گونه تهدید میکنند، به مثل آنها نفران در داخل کشور هم قرار دارند. آنها نیز میتوانند با استفاده از حق خود به حیث نامزد خود پیشبر در انتخابات شرکت نمایند. به خاطر جلوگیری از چنین حالتها اکنون تنها اعضای حزب‌ها میتوانند نامزد به پرزیدنتی باشند. هر نفر سالم فکر خوب درک میکند وقتی رهبر پیرانسال است و حدود 28 سال حکمرانی نموده است برای رفتن او آمادگی میگیرند و مبارزه های پس پردگی در این زمینه جای دارند. اومن در مورد نامزدهای خودپیشبر در نظام انتخاباتی نامزدهای خودپیشبر چه اهمیت دارند و چرا محض حالا نظربایف یا مقامات قزاقستان تصمیم گرفت که این محدودیت را جاری کند؟ Я думаю, это связано как раз о том, что я говорил. Это связано, скорее всего, به نظر من نظربایف میخواهد قبل از مرگش نظامی را باقی گذارد که اهرام موجوده را از بین نبرد. این خیلی مهم است، زیرا نفر نو با آمدنش میتواند همگی در مدت چند ساعت همه این قانونها را بیکار کند، از جمله در مورد دخل ناپذیری خانواده و پرزیدنت اولین قزاقستان. نظربایف که از قالب شوروی است این را خیلی خوب درک میکند. در وقتش استالین را در یک شبانه روز از موزل بیرون آورده خاک کردند. حالا چنین قانونها به آن خاطر قبول میشن تا به هنگام زنده بودنش نشان دهند که این گونه حالتها به آسانی روی نمیدهد و آن نفری که بعد او تعیین می شود دوام دهنده خط مشی او بوده ثبات خانواده و الیت هایی را که در این اهرام منفعت خود را دارند کفالت می دهد. اهرام باید حفظ شود، یعنی برای نمایندگان کلان های رقابت کننده که سرمایه زیاد دارند و در داخل کشور هستند تشکیل حزب خیلی مشکل خواهد بود، چون که آنها باید پیش از همه به نظربایف صداقت داشته باشند. در عکس حال آنها نمی توانند خود را همچون نامزد پیشبری کنند. از نگاه شما تا کجا این اصلاحات میتواند به کشورهای دیگر منطقه به قبل سرایت کند؟ چون ما میدانیم اکثرا از قانونگذاری قزاقستان از جمله تاجیکستان نسخه برداری میکند و عموما چی پیامد داشته میتواند این گونه اصلاحات ها؟
Но я думаю, речь идет не только о централизации. Мы, как соседи, تأثیر نه تنها روی کشورهای منطقه خواهد بود. کشورهای همسایه و همجوار همیشه به یکدیگر نزدیک بودند و متاسفانه نظام دیکتاتوری را نیز از هم تکرار میکنند. شروع از قانون درباره پرزیدنت اولین قزاقستان تا پیشوای ملت در تاجیکستان. تجربه تقلیدکاری نه تنها خاص کشورهای آسیای مرکزی است. مثلا در آذربایجان همسر پرزیدنت معاون رئیس جمهور تعیین شد. در آنجا نیز قانون‌های وجود دارند که دخل ناپذیری خانواده پرزیدنت را تأمین میکنند. در 16 سال اخیر حتی در روسیه هم نظام بنیاد شده است که در زمینه پرینسیپ‌های نظامی ساخته نظربایف اساس یافته است. نظام نظربایف از نظام ترکمنستان و ازبکستان کمی فرق دارد. در اینجا چند الیته اقتصادی و مالی فعالند که منفعت‌های زیاد دارند. نظربایف به حیث آربیتر و یا زینه نهایی است که وضع را به اعتدال می‌دارد و مخالفت‌ها را حل می‌کند. از این خاطر این کلان‌ها نیز منفعت دارند که نظربایف در سر قدرت باشد. البته به نظر من این تجربه حتما نسخه برداری میشد وقتی سینی میرزیایوف، پوتین و امام علی رحمان به 70 برسد، زیرا همه آنها برای حفظ نظامی ساختشان تلاش خواهند کرد، ولی این مشکل می شود، زیرا طوری از تاریخ می بینیم نظام دیکتاتوری در یک آن واحد از بین می رود، ولی حتی اگر این نظام حفظ شود باز یک دیکتاتوری دیگر می آید. در تاشکند گزارش آسان بود، ولی در ترکمنستان در اول دیگرگونی ها زیاد بود. در آنجا پیکرهای دیکتاتور از بین بردند و دربارش حتی یاد نمی کنند. روحنامه را نیز که زمان بعد قرآن کتاب دوم بود فراموش ساختند. از این خاطر هر یک دیکتاتور کوشش میکند یا اهرام را حفظ کند، چون ثبات و خوشبختی خانواده شخص اول را تامین میکند و یا تا حد امکان به هم زدن این نظام را به درازا بکشند. В общем-то, всем остальным. И либо отодвинуть процесс развала вот той системы, которую они создали. спасибо огромное. تشکر زیاد. یادآور میشویم که در صحبت با ما قرار داشتند شارح بخش منطقوی رادیوی آزادی میرحت شریف جان. спасибо за беседу. تشکر.